چطوره؟ صبحتون بخیر، یا شاید هم بهتره بگم عصرتون بخیر، چون من معمولا ویدیو رو عصر میذارم. عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به این ویدیو از یوتیوب من و امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز قراره که یه روز کاملا پروداکتیو داشته باشیم. البته یه روز پروداکتیو از نظر من اینکه من چه کارهایی در طول روز انجام میدم و خب یه سری از کارها که تقریبا روزمره و روتین شده برام، ولی یه سری کارهای جدید داریم که در واقع یه کار خیلی مهمی بوده که من همیشه دوست داشتم انجامش بدم، ولی خب به خاطر کمالگرایی، به خاطر خجالت، به خاطر خیلی چیزا این کارو شروع نمی‌کردم و امروز قراره که با هم دیگه استارتش بزنیم که خودم هم خیلی بابتش هیجان دارم. چند وقتی که مدیتیشن رو شروع کردم و میگم همین کانسپت کمالگرایی باعث شده بود که من تایم خیلی زیادی به این فکر کنم که دوست دارم مدیتیشن کنم و میدونم چقدر مفیده، ولی خب انجامش نمیدادم، تا اینکه گفتم ببین با خودت صادق باش، در روز کمترین تایمی که میتونی برای این کار اختصاص بدی چند دقیقه است؟ و من جوابم این بود که 3 دقیقه رو میتونم. 3 دقیقه برای من همچنان سخته، به خاطر اینکه من فکر زیاد میکنم و خیلی برام سخت بود که بخوام یه جایی بشینم ساکت و فقط فکرها بیان و من اونا رو بزنم کنار و روی نفسم تمرکز کنم. واقعا برای من کار سختی بود، ولی خب با 3 دقیقه شروع شد، الان شده 5 دقیقه. دوست دارم که بتونم امسال حداقل 10 تا 15 دقیقه، یعنی هر روز 10 تا 15 دقیقه مدیتیشن کنم، ولی خب کم کم تایمش رو زیاد میکنم. یعنی گفتم ببین، یعنی کمترین تایمی که میتونی اختصاص بده که دیگه هیچ بهونه دیگه ای نداشته باشی. و این کار مفیدی که من این روزا انجام میدم، این جورنالی هستش که من خریدم، یا ژورنال، و برای آنوشاست، نمیدونم میشناسید یا چی، و کتاب بیداریه که در واقع یه سری صفحه داره که یه سری متن، شعر یا مثلا یه دونه نیت یا یه کاری بهمون میده، میگه که در طول روز انجام بدید و آخر شب یا همون تایم میتونید از اون حسی که داشتید بعد از انجام اون کار یا بعد از خوندن اون متن بنویسید. که به نظرم برای کسایی که نمیدونن توی جورنالشون چی بنویسن خیلی کتاب باحال و جالبیه و خودم خیلی دوستش دارم. و اینم دقیقا از اون کارهایی بود که من همیشه میگفتم بعد 1 فروردین بشه تا من این کتاب رو شروع کنم. اینم صبحونه‌ایه که من قبل باشگاه میخورم که یه دونه نون توسته و 2 تا تخم مرغ و خیلی خوشمزه است. یم یم. من از باشگاه برگشتم، بذار ببینم ساعتی چنده. الان تقریبا ساعت 11 است و من از باشگاه برگشتم، سریع رفتم دوش گرفتم و انقدر حال میده دوش گرفتم بعد از باشگاه، کل خستگی باشگاه رو از تنم میبره بیرون. و آره رفتم دوش گرفتم، یه سری لباس کثیفم بود به خاطر اینکه من اون تایمی بود که اتاقو تمیز کردم و کمد لباسم و اینا، همه لباسا رو ریخته بودم روی زمین و چه میدونم تخت و اینطور چیزا. تصمیم گرفتم که همه لباسا رو بشورم و دارم کم کم این کار رو انجام میدم. به خاطر همین امروز خیلی لباس شد و کراپا رو تقریبا شستم
و آره دیگه الانم انقدر خستم، نمیدونم من کلا اینجوریم که بعد از باشگاه انقدر خسته میشم که کلا میخوام یه جا فقط لش کنم و بخوابم. آره دیگه بعد از مدت ها برم یه دونه ماسک ورقی بذارم رو صورتم. قراره که این ماسک رو استفاده کنم، کوکونات ماسک، و بریم بزنیم. اولین بار دارم از این برند استفاده میکنم و بریم ببینیم چجوریه. ببین الان صورت من خشکه و من کلا یه جوری هم که یه سری تایما اصلا دوست ندارم مثلا صورت یا دستم خیس بشه و دقیقاً الان از اون تایماست. همیشه هم این ماسکا بزرگتر از صورت منه. الان تبدیل به یک روح میشم. یعنی پستا رو لایک نکنید شب میام به خوابتون. حالا خودت دارید. این موهام چی میگیم؟ سیر. خب کاملا بوی نارگیل میده. گردن فراموش نشه. بچه ها کلی ماسک توی این میمونه، مایه ماسک، و از اینا هم استفاده کنید. من رفتم مرغ گذاشتم توی هواپز که بپزه. 20 دقیقه دیگه آماده است. گفتم بیام یکم ادامه کتابمو بخونم و این کتابی که من تازگی دارم میخونم این کتاب اثر مرکبه. میگم دیسیپلین و استمرار خب یه چیزیه که پایه انجام دادن هر کاریه. یعنی شاید با این قیافه بهتر نیست که من در مورد این طور چیزا حرف بزنم، ولی خب احساس میکنم استمرار تو هر کاری خیلی مهمه و من اینو خیلی چیز میکنم، چون اکثر آدما اینجوریم دیگه، زود دل سرد میشیم، مثلا یه کاری میخوایم انجام بدیم سریع بیخیالش میشیم یا از این قبیل. و این اثر مرکب خیلی تونسته تا الان منو متقاعد کنه که هر کاری باید قدم قدم انجام بدی تا به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی و توی دراز مدت که اون اثری که میخوای برات میذاره. مثل زبان خوندن، مثل ورزش کردن، مثل تمام کارهایی که در طول روز انجام میدیم و مهمه که توش استمرار داشته باشیم. خلاصه این کتابو خیلی دوست داشتم و دارم میخونم و خیلی دوست دارم که چیزایی که توی این کتاب یاد میگیرم و وارد زندگیم کنم، چون کلا کتاب خوندن به خودی خود خوبه. این زمانی به نظرم خیلی میتونه مفید باشه کتاب خوندن که بتونی اون چیزایی که یاد میگیری توی کتاب و توی زندگی خودت هم انجام بدی. من یه تایم خیلی زیادی واقعا فقط کتاب میخوندم، یعنی اینجوری بود که احساس میکردم فقط دارم اون متنا رو میخونم و هیچ چیزی یاد نمیگیرم. یعنی یه چیزی هم یاد میگرفتم مثلا بعد از چند وقت خوب یادم میرفت و هیچ اثری توی زندگیم نداشت. در همین سعی میکنم هر چیزی که توی کتاب یاد میگیرم اگه میدونم که واقعا کاربرد داره برام و میتونه تأثیری بذاره توی زندگیم انجامش میدم. خب ماسکمو بردارم، بریم که من روتین پوستیمو انجام بدم و برم ناهار بخورم. با ناهار قرار واکینگ دد ببینم. من دوباره دارم د واکینگ دد رو از اول شروع کردم، یعنی الان چند وقتی که شروع کردم و تازه رسیدیم به فصل 11 و قرار تموم بشه. سریال مورد علاقه من د واکینگ دد، یعنی عاشقشم و چندین بار تا حالا من واکینگ دد رو تا آخر تموم کردم و این بارم که دیدم خیلی لذت بخش بود. روتین پوستیمو انجام بدم و بریم ساندویچ مرغ درست کنیم. Let's go. بیایید بریم این طرف. من اینجا شما رو بذارم. من نمیدونم چرا هر سال من یه تایمی دلم میخواد که موهامو چتری کنم و بعد کاملا از این تصمیمم پشیمون میشم، ولی همچنان میرم این کار رو انجام میدم. واقعا نمیدونم چی میشه که من به این نتیجه میرسم که بعد موهامو چتری کنم. بریم که ساندویچ درست کنیم. من از این نونا استفاده میکنم. یکم نون رو بذارم توی هواپز که گرم بشه. نریسیم.
فلفل زیاد، همینطور پودر سیر. الان تقریبا ساعت 5:50 است و من تازه الان از خواب بیدار شدم، به خاطر اینکه از باشگاه که برگشتم انقدر خسته بودم از اینکه واکینگ دد رو دیدم دیگه گفتم برم بخوابم دیگه. رفتم خوابیدم ولی خب خیلی خوابیدم دیگه. ولی خب بیدار شدم، یه دونه کیک خوشمزه و همینطور یه دونه قهوه درست کردم که اینو بخورمش و بعدش برم بقیه کارم انجام بدم. قراره که ویدیو ضبط کنم، اونم ویدیو آموزش زبان کره‌ای. دقیقاً یه چیزی که بهتون گفتم اول ویدیو قراره یه کاری انجام بدم که خیلی دوست داشتم، ولی خب به خاطر ترس و بهونه و چه میدونم خیلی از کار شروع نمی‌کردم. یکی از کارها همونه. منم خیلی دوست داشتم که این کار رو شروع کنم و همین روی یوتیوب باشه که رایگان باشه و بقیه بتونن خیلی راحت این زبان رو مثلا اگه دوست دارن یاد بگیرن. خلاصه که بعد از مدت‌ها دیگه تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و اولین ویدیو رو گذاشتم. الان قراره که وارد یادگیری حروف الفبا اینطور چیزا بشیم و قراره ویدیوهای اون رو ضبط کنم. بریم که شروع کنیم دیگه. مرسیستا فلش از بالا به پایین و بعد یه دندونه کوچیک از وسط از چپ به راست کشیده شده. به این حرف در زبان کره‌ای ا گفته میشه. گرمه دارم میمیره. هوا اینقدر گرمه. مسیر یکم نور داره یا نداره؟ با این سبدا خیلی کیوته. الان دلش میخواد تو اینو سوپ درست کنم. اینو انتخاب کردم، خیلی کیوته. این دوتا رو خریدم. بیرون انقدر گرمه که هر بار میرم بیرون کاملا پشیمون میشم از اینکه چرا من رفتم بیرون. بریم که چیزایی که خریدم رو بهتون نشون بدم و بعد بریم سراغ تیرامیسو. من امشب نمیخوام شام بخورم ولی در کنارش قراره که یکم چیپس و چه میدونم تیرامیسو بستنی و اینطور چیزا بخورم. دیگه باشگاه میرم ولی خب هنوز یه رژیم خیلی خاص رو رعایت نمیکنم. غذایی که میخورم هم دیگه از این بعد سالم باشه، ولی امشب قراره که کلی چیپس و پفک و تنقلات بخورم. خیلی خوشگله. اینو واقعا نمیدونم که برای چی خریدم و قراره توش چی بنویسم، ولی خب از رنگ قهوه‌ایش خیلی خوشم اومد و دوست داشتم. ASMR چیزی الان به ذهنم رسید که چی کار کنم با این دفتر. در واقع فکر میکنم یه کانسپت جورنال یا ژورنال باشه که یه سری سوالای مهمه، مثلا زندگی، این که مثلا هدفت چیه، مثلا دوست داری در آینده چجوری باشی، یا کلی از این سوالا که یه حالت رشد فردی و شخصیت شناسی داره مثلا می نویسن و در مورد اون موضوع توی دفترشون می نویسن و خب مثلا میتونم هر روز صبح یا مثلا قبل از خواب یه دونه از این سوالا رو بنویسم و پرش کنم دفتر رو. احساس میکنم که ایده جالبیه و خیلی دوست داشتم. همیشه تو ذهنم بود ولی خب هیچ وقت انجامش نداده بودم. به خاطر همین احساس میکنم این دفتر میتونه همون دفتری باشه که میخواستم و این ایده رو روش پیاده کنم. یه سری ویدیو دیده بودم توی اینستا و چه میدونم تیک تاک و از این داستانا که مثلا میرن دیت خمیربازی، میتونن با آبجیم با هم دیگه یه دیت خمیربازی داشته باشیم.
نمیدونم اینا قرار خشک بشن یا چی، چون اصلا هیچ ایده‌ای ندارم. جنسش هم یه جنس نرم داره و باید امتحانش کنم و بریم که با همدیگه من وسایل رو بیارم اینجا با همدیگه تیرامیسو درست کنیم. امیدوارم که خوب در بیاد، چون که اون رسیپی که من توی اینستا دیدم اصلا پیداش نمی کنم و قراره یه دونه دیگه پیدا کنم. وسایلای مورد نیازش رو آوردم: خامه، پنیر، پودر کاکائو و قهوه و معمولا از یه بیسکویت دیگه استفاده میکنم، ولی خب من اونو پیدا نکردم و این با آرد جو درست شده و همین. امیدوارم که شیرین باشه. نمیدونم، اون رسیپی هم که من دیده بودم پیدا نکردم و خودم تمام اون چیزی که یادمه قرار الان اینجا گند بزنیم، ولی خب بریم که شروع کنیم. یه دونه پنیر خامه‌ای با خامه، این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. احساس میکنم که بعد از شکر واقعا استفاده کنم، چون هم بیسکویته نمیدونم شیرینه، چون قیچی نداریم با دست. احساس میکنم خامه زیاد باشه خوشمزه تر میشه. اینجوری میذارم، کم از اینا رو اضافه میکنم. خوشمزه به نظر نمیرسه، ولی خب دارم نهایت سعیمو میکنم که یه چیز خوشمزه تبدیل بدم. برای تزیینش یکم از این بیسکویت رو خورد کنم. چیزم ندارم با دست. اینم از تیرامیسو. امیدوارم که خوشمزه در بیاد. بعد بذارم چند ساعت توی یخچال و بعدش میتونیم بخوریم، ولی آخر شب به احتمال زیاد تستش کنم. ساعت 1 ظهر و من دارم فردای اون روز ویدیو میگیرم، به خاطر اینکه دیشب انقدر خسته بودم که همونو بعد از اینکه سریال دیدم افتادم روی تخت و خوابیدم. یعنی حتی جورنال و اینطور چیزا هم دیگه ننوشتم و انقدر که خسته بودم. از اون طرفم به خاطر اینکه چیپس و چه میدونم خیلی از این چیز میزا خورده بودم دیگه، خیلی سیر بودم و نتونستم که تیرامیسو رو تست کنم، ولی الان آوردمش که با هم دیگه تست کنیم و ببینیم خوشمزه است یا چی. میکنم اصلا هیچ جوره ممکن نیست که بدمزه بشه، به خاطر اینکه خب پنیر و خامه و پودر کاکائو و چه میدونم بیسکویت و این طور چیزاست و همه آیتمای خوشمزه ایه و بعد بخورم ببینم که چه جوریه، اینکه تست کنیم. مرسی که تا اینجا یه ویدیو رو دیدید. خیلی دوستتون دارم. بای بای.